السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت استاد الله. خوبه سلامتی خوبم. و علیکم السلام استاد خوبی برا. الحمدلله بفرمایید. برات تو در کجای نوزی؟ غریبی. مقصد که شما در کجای خطاب؟ در مسکو یا در کجا؟ بیرون از مسکو. ما در اروپاییم. بله بیرون از مسکو گپ داشتیم. اگه مقصد شما چیه؟ مقصد ما هم که آزاد کنیم، خواهرت آزاد کنیم، یزنت پیش خواهرت بریم، یزنت پیش خواهرت برو، اوچت گریه نکنه برای دو مادر. این سیریوس مگه؟ سیریوس نگفتیم. ما میخوایم که یزنت پیش خواهرت برو. میخوایم که توی رنگ انسان زندگی کنی، غلام نباشی، تو غلام نباشی، تو آزاد باشی، رنگ انسان زندگی کنی، در وطنت کار داشته باشی. یک بچه‌ای یعنی که یگون کس دمود رحمان رو نه یا تر رنگ شما در کنگیشت بزنه، اگه انسان شهروند عادی زندگی کنی، یک کس که یک گفت بگوی در پیش قانون جواب میگوی. تو میتونی یازی یعنی که اسماعیل جان بیاد در کنون دیشت بزنه، خطی عروس رفته است باشی، خطی کلن زن دست دختر زن تا بگیره برای یگون گفت نبره رحمان فکر میتونی سوال میتونی یگون گفت. من آدمای دارم که من برای پریتنز ندارم برای چی که وطن آباد کرگیان ای بعد پریتنز نداشته باشی زن تا بگیره دستی خواهر تا بگیره برای تو پریتنز نداری نبینی. اینا میره من چی بگم دیگه آخی التماس ببرو بست یمینو یمینو بست التماس دیگه من کو همین بیناموسا رو یعنی دستی ایدت دستی زنت بگیره خواهر تا بگیره اسماعیل برو میگی کار ندارم بگیره ببره تو کار نداری. یوخی نه میره بچ خل ما میره چوپون بچ خل او چوپون اصلا ابی چی میاد دست از او کار نداره دامو من میگم که شکایت من دارم. من شکایت دارم که اسماعیل یکی اول چسب من گفتم که شکایت دارم که اسماعیل اومدگی گفتگی همین دختر دما محقولای همین دختر دما محقولای گفتگی یک ای اویلای منای خپیدگی بردگی هم قشپیدگیشن دختر گفتگی رفتگی هم میگه که مایلش خید دختر گفتم رفتن وطن آباد کردن یک بس سلیمان بروا وطن آباد کنه بعد زن یگون کس دختر یگون کس بگیره مایلش. شما ایمان داره؟ شما نموز داره؟ چی گفته ایستی شما؟ میفهمی تو چی گفته ایستی؟ سبحان الله. این باور که مردم خطی نمیدونم من با کدام عقل اساس اینها چی فکر میکنن من دیگه نمیتونم یگون گفته. با خدا قسم اینا دیگه از تمام اون چیزی که یک یعنی که تو این درجه را جوانا چوپلوس نشه، تو این درجه را بیناموس نشه، تو این درجه را از یعنی که حیثیت غیرت ناموستون بیرون نبره.